بله، این جانور ادامه داده است: اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است. هم میهنانم سخنان یک به اصطلاح ایدئولوگ و نظریه پرداز و مسلمان واقعی باورمند است. و این جانورانی که این روزها می آیند میگویند این گونه نیست و آن گونه نیست و اسلام این گونه هست و هم می شود مسلمان واقعی بود و هم عاشق ایران بود و اینان این زبان دین فاشیستی زورگور باید تحمیل کنند. اینان باور ندارند که مردمانی همه هویت و بودنشان را در این جهان، زبانشان، آیین‌هایشان را میتوانند نگاه دارند، اگر خواستند مثلا اسلام سربری را هم قبول بکنن. این گونه نیست. این پکیج به گفته آمریکایی ها این است: یک جا در اختیار گرفتن هست و نیست و درون و بیرون یک انسان و این جهانش و آن جهانش و هر چی که هست. برای قطع رابطه و بریدن با نهج البلاغه است. یعنی ترجمه هم و برگردان هم قبول نیست. باید ایرانی زبانش عربی و تازی شود تا قرآنی شود و باید همه چیز را هم به تازی و عربی بخواند. اندیشه‌ش هم و باورها هم که عربی است، نام و نشانشان هم که دیگر عربی است. یعنی ایران باید یک پارچه از آن اعراب باشد، همه چیزش. برای بیخبر داشتن ایشان از این معارف اصیل است. یعنی باید به زبان تازی برویم و بدانیم که محمد عبدالله 54 ساله با یک کودک 6-7 ساله که حالا شرمشان میگوین 9 ساله با یک کودک 9 ساله هم بستر شده است. آن را هم باید به تازی بخوانیم، به فارسی نمی شود. اگر تدریس زبان عربی از دوران طفولیت با کمال آسانی و سادگی جزء برنامه اطفال باشد، اطفال هم میگوید کودکان نمیدانند، و همینطور به تدریج پیش آید در دوران دانشگاه، جوانان ما به خوبی از عهده خواندن و نوشتن و تکلم آن برمی آیند. آماجشان این است: زبان برتر و همه سرمایه های ایران هم باید در راه آموزش زبان تازی شود. و مراجعه به فرهنگ عظیم تاریخ و حدیث و فقه و تفسیر می نمایند و سرشار از عرفان می گردند. اکنون دیگر در این 30 سال همه ایرانیان سرشار از عرفانند و عرفان بازی و دار دسته این گروه و آن گروه هم که می بینید حتی در این غرب مترقی و پیشرفته و اپوزیسیونی هم چه بیدادی که نمی کند. اما برعکس زبان عربی را در دوره‌های بالا قرار دادند، یعنی از مهد کودک نمی آموزند. این شاه استعماری از کودکستان عربی را نمی آموزند به کودکان ایرانی، به این کودکان موالیان. از دبستان نمی آموزند، از کلاس‌های بالاتر می آموزند. آن هم با اسلوبی غیر صحیح و مشکل که نه معلم میفهمد نه شاگرد،
بالاخص، یعنی به ویژه نمیتواند، بالاخص باید بگوید، میخواهند شاگردان را خسته و زده کنند. آن وقت برای ریاضیات از جبر و حساب استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره امتحانی ضریب میگذارند و برای عربی نه تنها ضریب نمیگذارند، آنقدر آن را بدون اهمیت و در درجه پست میگذارند که وجود و عدمش مساوی باشد. هم میهنانم همین یک بخش کوتاه را، همه سخن را این گور به گور شده دارد میگوید. اسلام فاشیست تمامت خواه یعنی همین. ما اکنون پس از 30 سال تازه داریم اعتراض میکنیم به پادشاه بزرگمان و دولت‌های آن زمان که چرا دست این جرثومه های سربر را این همه بازگذاشته بودید، چرا زبان عربی را اجباری کرده بودید در چند سال، چرا این همه مدارس اسلامی را گذاشتید گشوده شد، چرا این همه به این کثافت های لاشخور ایران سوز فرصت دادید، پول دادید، گذاشتید مدرسه های مغز شویی را راه بیندازد. تازه اینها ناراضی هم بودن. حال ببینیدم میهنانم که آن دو ابرمرد در میان چه فشارهایی از سوی دشمنان، از سوی قدرتمندان جهانی، از سوی همسایگان، از سوی این عوامل بازدارنده عفونت‌زای 1400 ساله در درون میهن، بعد گروه های دست ساز استعمار از کمونیستی و مارکسیستی و فدایی و مجاهد و مصدقی و ملیچی و هر چیز دیگر در درون، و بعد آن کفتار سرخ در بالای سر، و بعد این همسایگان دشمن تاریخی در کناره های ایران. ببینید هنگامی که میگویم به معجزه میماند اکنون آن 57 سال و با آن مردم در آن حد آگاه و در آن حد سپاسگزار، مردمی که برای سود خود حتی نمی ایستند، نه برای این پادشاه بایستند، برای سود خودشان کوروش گرامی، من نمیدونم این خطا رو من باید پاسخ بدم. بله، بلنتیجه جوان دانشگاهی که قرآن نمیتواند بخواند به جای خود اصلا نوشتن را بلد نیست، یعنی عربی باید بنویسد، و در نامه برای پدرش از آمریکا می نویسد من تب کردم، یعنی ته 2 نقطه را با آن ته دسته هاونی نوشته است. روابط جوانان را از علم و قرآن بریدند. علم یعنی همیهنانم تجاوز جنسی به کودکان، پسر بچه ها و دختر بچه ها، دست و پا بریدن، ارزش زندگی زن به اندازه نیم بیضه چپ مرد مسلمان و نرینه و سربر. رابطه جوانان را با علم بریدند. و در سن کودکی برای تحصیل به خارج، یعنی کشور کفر، فرستادند. و اکنون کسی از این جانوران نمیپرسد چرا این کفتارزادگانتان همه و زنان صیغه‌ای و غیر صیغه‌ای روسبیتان در غرب در بهترین کاخها و منشنها آمدن زندگی میکنند و همه فرزندان کثیف مزدورتان با پول خون بچه های ایرانی در بهترین دانشگاه ها هستند. آنان خود را هم میهنان اربابان ایران میدانند. موالیان اجازه نداشتند این کار را